بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه هستید، خدمت تک تک شما سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه و با موضوع جدید خدمت شما سروران هستیم. به اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح که نیز در این برنامه باز هم حضور دارند، خدمت ایشان نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، خوش آمدین به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما قرار داریم. تشکر جناب استاد فاتح. البته موضوعی که ما در این برنامه پیرامونش صحبت میکنیم موضوع بسیار شاید گسترده باشه، شاید حتی به یک برنامه نگنجه و شاید طی 2 قسمت این موضوع به بحث و بررسی گرفته شود که البته این موضوع ربط مستقیم به موضوع برنامه قبلی یا قسمت قبلی داره. در این برنامه ما بحث ما پیرامون تکفیر و تکفیری است که تکفیر چیست و تکفیری کیست، که البته گفتیم ربط مستقیم به برنامه قبلی داره که در برنامه قبلی ما پیرامون افراط و افراطیت صحبت داشتیم و خدمتتان عرض شد که افراطی به شخص گفته میشه که از حد تجاوز میکنه و خطوط قرمز را که دین مبین اسلام برایش تعیین کرده به او پایبند نیست و از او حد میگذره و در این رابطه جناب استاد عبدالرحمن فاتح مثالهای زنده و روشن ارائه کردن و به مصادیق او هم اشاره کردن و همچنین تفرید کسانی که پایبند به اصل نیستند و به دستورات و احکام شریعت اسلامی ملتزم و پایبند نیستند، این در حد کم به او عمل میکنن. جناب استاد فاتح، فکر کنم چنان که احساس میشه باز هم در بحث تکفیر هم عده زیاده که ما امروز میبینیم دچار باز هم افراط و تفرید شدن. میشه که به عنوان مقدمه اگر منهج اهل سنت را در ارتباط به تکفیر توضیح بدین. بدون شک جناب استاد، همچنان که ما در برنامه گذشته هم به این مورد اشاره کردیم که منهج اهل سنت و جماعت در هر مورد همان منهج وسطه، همچنان که الله سبحانه و تعالی میگه و کذالک جعلناکم امة وسطا. حتی در این مورد جناب استاد کتاب نوشته شده، کتاب‌های خاصی که منهج اهل سنت و جماعت، وسطیت منهج اهل سنت و جماعت را نقل میکنه و بیان میکنه در مسائل مختلف و در مراحل مختلف. حالا در باب تکفیر همچنان که شما اشاره کردین، بدون شک منهج وسط، منهج اهل سنت منهج اعتدال و منهج وسطه. به خاطر اینکه در باب تکفیر هم یک گروهی آمدن در باب تکفیر افراط کردن و گروه دیگه آمدن تفرید کردن. همچنان که ما گفتیم افراط همانا زیاده روی هست و از حد گذشتن و تفرید هم تساهل و بی‌توجهی کردن.
به عنوان مثال فرقی که حالا به عنوان مسلمان در تاریخ اسلام به وجود آمدن و به هر حال هر کدام قولی را برای خودشان انتخاب کردند، آنهایی که افراط کردند که در اواخر خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که گروهی به نام خوارج به وجود آمدن، اینها در باب تکفیر افراط کردند، از حد گذشتند. یعنی با گناه، با انجام گناه بندگان الله و مؤمنین را تکفیر کردند. و همچنین معتزله، با تفاوتی که در میان اینها و معتزله است، و همچنین روافض که انشاءالله ما به تفصیل به هر کدام اینها باز خواهیم پرداخت. آمدن خوارج گفتن که چون ایمان قابل بخش شدن نیست، ایمان بخش نمیشه، ایمان جز قرار نمیگیره، بنابراین کسی که بیای گناه کبیره انجام بده یا گناهی انجام بده کافر میشه. مرتکب کبیره از دید خوارج کافره، از دین خارجه و مخلد فی الناره. در آخرت هم معتزلی ها میگویند این حرف را و هم خوارج، کسی که مرتکب کبیره میشه یعنی گناه بزرگ انجام میده، این فرد کافر میشه و از دایره اسلام خارج میشه و در آخرت حکمش اینه، حکم اخرویش را میگم جناب استاد. بله. در آخرت این فرد مخلد فی الناره، یعنی در دوزخ برای همیشه و جاوید باقی میمانه با انجام یک عمل کبیره و یک عمل که گناه کبیره باشه و گناه بزرگ باشه. اما اینکه گناه کبیره چی هست باز این یک بحث جدایی هست، حالا ما به این بحث ها نمیپردازیم. اما تفاوتی که در میان معتزله و خوارج هست اینه که خوارج میگن در دنیا هم این فرد کافر گفته میشه، این فرد کافره، یعنی همان حکم کافر بر او جاری میشه، حکم کافر بر او جاری میشه. به همین واسطه اینها آمدن نعوذ بالله اولین افراد را که تکفیر کردن، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را تکفیر کردن، معاویه رضی الله عنه را تکفیر کردن، علی رضی الله عنه را تکفیر کردن و برخی دیگر از بزرگان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین را اینها تکفیر کردن به بهانه های مختلف و با اقوال مختلف و بیجایی که داشتن. و یکی از اصول و یکی از مبادی مهم خوارج چیه؟ تکفیر مسلمانان، تکفیر با گناه کبیره. این یکی از اصول و مبادی مذهبی آنهاست که بعدا اینها باز فروعاتی شدن و پارچه پارچه شدن و فرقه های مختلفی در میان آنها پخش شد که در طول تاریخ وجود داره. هر کس که خواسته باشه میتونه در این مورد بره مطالعه بکنه کتب. اما عکس اینها، یا به تعبیر دیگه بگین یک تفاوتی که اینها با معتزله گفتیم دارن اینه که معتزله در یک قول با اینها موافقن، میگن بله در آخرت مخلد فی الناره، ولی در دنیا به او اطلاق کافر نمی کنیم، به او اطلاق کافر نمی کنیم، بلکه میگن منزله بین منزلتینه، نه کافر نه مسلمان، یعنی در میان این دو قرار میگیره، نه کافر نه مسلمان. این قول معتزله هست، نه کافر نه مسلمان، ولی در آخرت حکمش حکمیه که خوارج میگن، یعنی مخلد فی النار در آنجا باقی میمانه و بیرون نمیشه. در برابر اینها گروه دیگر قرار گرفتن جناب استاد که به اینها مرجئه میگن. بله. این مرجئه میگن که حقیقتا اصل آنچه که آنها این عقیده خود را بر آن بنا کردن، یعنی خوارج و معتزله، اینها هم همان اصل را دارن. میگن ایمان پارچه پارچه نمیشه، یعنی ایمان منظور اینا اینه که جدا جدا نمیشه، بلکه ایمان یک چیز است. اونها استدلال میکنن، میگن اگر فرد گناه بکنه و این گناه یا هر عمل انجام بده یک جزئی از ایمانش میشکنه، اگر با این کافر بشه باید کل ایمانش بره. یک استدلال باطل، یک استدلال بیجا و فلسفیه که هیچ ربطی به اصل اسلام و قرآن حقیقتا نداره. اینها آمدن به صورت کلی کفر را نفی کردن، میگن اصلا کفری وجود نداره و در باب تکفیر اینها هیچ فردی را تکفیر نمی کنن، نه تکفیر مطلق نه تکفیر معین. هیچ کدام از اینها این افراد انجام نمیدن و به اینها چی میگن؟ به اینها میگن که مرجئه، که اگرچه باز مرجئه هم از خود اقسامی دارن، از خود گروه ها و فرقه های مختلفی دارن. برخی ها خیلی غلاتن، یعنی زیاده روی میکنن در باب ارجاء، و بعضی دیگه کمترن و پایین ترن. حالا به هر صورت المهمی که جناب استاد این گروه ها
و البته در بخش اول روافض هم یادتان نره، اینها هم غیر از خود و اهل سنت را به صورت مطلق تکفیر میکنن و کافر میگن که انشاءالله ما در جایش به کتب آنها هم خواهیم پرداخت و بحث‌های را مطرح خواهیم کرد. اما در میان این دو گروه افراطی و گروه تفریطی، گروه دیگری وجود دارن. البته گروه دوم، اگر یک نکته را عرض بکنم جناب استاد، امروز برخی ها که گفتیم در باب مرجئه به نام روشن فکرهای دینی امروز پیدا شدن که حقیقتا تاریک فکرن و اصلشان برمیگرده و با مرجئه، اصلشان برمیگرده با مرجئه یا به جهمی ها که حقیقتا اینها عقیده خود را از اونها گرفتند و امروز به نام روشن فکر در جامعه ظهور کردن. چی میگن؟ میگن که اصلا کافر وجود نداره، کفر اصلا وجود نداره. یعنی اینا حتی کفاری که واضح روشن امروز کافر حقیقی را هم اینها کافر نمیگن. حتی کافر حقیقی، چون کافر حقیقی کسیه که او اصالتا کافره، یعنی یا یهودی، نصرانی، مشرکه، خودش میگه من نیستم مسلمان، اما این میگه نه، نباید به این کافر بگین. اینها حقیقتا از همان غلات مرجعه هستن. حتی شاید مرجعه بیچاره هم این حرف رو نگفتن، چون مرجعه در باب مؤمنین این حرف میزنن، ولی در باب یهود و نصارا و مشرکین و اینها دیگه این حرف رو حتی اونها هم نگفتن. اگر بگین اونها گفتن، واقعا در حقشان بی‌انصافی کردین. اما در برابر اینها جناب استاد، اهل سنت و جماعت قرار میگیرن در برابر این دو گروه و در وسط این دو گروه که وسط اعتداله، راه اعتدال و راه میان رویه. اهل سنت و جماعت چی میگن؟ میگن که فرد وقتی گناه کبیره انجام میده کافر نمیشه، فاسق میشه، یا در ایمانش نقص به وجود میاد، که در میان علما اختلاف نظره که بر این فردی که گناه کبیره انجام میده ما میگن ایمانش ناقص شده، یعنی ناقص شده، کم شده، یا به عنوان مثال، چون اهل سنت و جماعت بر این عقیده و باورند که ایمان دارای پارچه ها و دارای شعب است و دارای فروعات است، مثل معتزله و مثل مرجئه و مثل خوارج نیستن. بنابراین اهل سنت و جماعت میگن اگر فرد گناه کبیره انجام میده، اولا در دنیا ما با اطلاق کافر نمی کنیم، نمیگن کافره، بلکه در این مورد در میان علمای اهل سنت حتی اختلافه که برای این فرد مؤمن میگن، مسلم میگن، یا میگن مؤمن ایمانش نقص شده. به هر حال هر کدام که بگین اینا اختلافات لفظی بالای هم رفته، اشکال نداره. حالا المهمی که اهل سنت و جماعت میگن در آخرت، اما حکمش در آخرت چیه؟ حکمش در آخرت به نزد اون گروه های افراطی چی بود؟ این که برای همیشه در جهنم میمانه. ولی اهل سنت و جماعت میگن تحت مشیت الله، کسی که گناه کبیره انجام بده و با این گناه کبیره خود بمیره، نه اینکه توبه بکنه. وقتی توبه کنن بحث جدایی میشه، باز آنجا الله سبحانه و تعالی ان شاء الله او را خواهد بخشید، چون خودش وعده داده که من میبخشم. اما اگر با این گناه کبیره خود مرد، از دنیا رفت، این فرد حتی با شرک اصغر با این گناه خود رفت. اکثر علما حتی در شرک اصغر هم نظرشان اینه که این فرد، اگرچه گفت برخی از علما هستن که میگن نه، او هم داخل شرک اکبر میشه ولی از جهنم خارج میشه، اما عموم علما و جمهور علما میگن که حتی شرک اصغر اگر کسی انجام میده که از گناه کبیره بالاتر درجهش و گناه کبیره انجام میده، تحت مشیت الله سبحانه و تعالی است. یعنی اگر الله متعال خواسته به شور عذاب میکنه، الله خواسته به شور میبخشه. این رقم نیست که برای ابد در جهنم باقی بمانه. این منهج اهل سنت و جماعت که با گناه کبیره و با گناه افراد را کافر نمیگن و تکفیر نمیکنن. تشکر استاد فاتح گرامی. البته مقدمه بود، پس ما گفته میتونیم که ما در بحث تکفیر هم گروه افراطی داریم، گروه غلات داریم و گروه تفریطی که البته به مرجعه اشاره کردین و در باب گروه های افراطی شما به خوارج اشاره کردین که اینا با اندک گناه یا با مرتکب گناه کبیره میگن که کافر هست و خالد مخلد در جهنم است. درست است؟ و مرجعه که میگن به هیچ کسی نمیتونیم ما اطلاق کفر بکنیم، البته با میگن گناه به نه در باب بله. و در میان از اینها اهل سنت هستند که اهل اعتدال و وسطیت و میان روی هستند که دیگه در تکفیر، در بحث تکفیر اعتدال رعایت کردن و البته در خلال برنامه شاید ما به تفصیلات بیشتری اشاره کنیم. جناب استاد اگر میشه باز هم، چون بحث ما وقت تکفیر میگیم، تکفیر
تکفیر کافر نیست، کافر حقیقی و کافر اصلی اون کافر است. یعنی در اون ما مناقشه نداریم. کسی که از اهل اسلام در میان مسلمانان مرتکب گناه میشه، به اینها اگر مرتکب عمل کفر میشه، مرتکب عمل کفر میشه، بحث ما روی عزیز. اگر میشه فقط به واژه های کلیدی این بحث که البته کفر و تکفیر و تکفیری است، اگر اینا را خیلی مختصر تعریف بکنیم. البته جناب استاد قبل از این که به این بپردازم، یک نکته ای که از مقدمه باقی مانده که حقیقتا جای داره که چون به ذهن برخی از بیننده ها به هر حال شبهه ایجاد نشه، عرض بکنم که اهل سنت و جماعت ما گفتیم که در باب کبیره میگن که تکفیر نمی کنن، اما اگر کسی عمل کفری انجام بده، آیا مثل خوارج در جا او را کافر میکنن یا مثل معتزله در جا او را کافر میدانند؟ حتی ای که عمل کفری انجام بده اونا خب حتی گناه کبیره را هم کافر میدانند، یا مثل مرجعه اصلا چیزی به نام کفر نمیشناسن که فرد کافر بشه، کفر انجام میده ولی کافر نمیشه. اهل سنت و جماعت یک منهجی دارن که غیر از این مناهج است، یعنی ضوابط و شروطی برای کافر شدن کسی که عمل کفر انجام میده، ضوابط و شروطی برای آن مطرح کردن که اگر این ضوابط و شروط در فرد جمع شد یا در این قول جمع شد، آن وقت فرد کافر میشه. و این که چی فردی میتونه کافر بکنه، اینها بحثایی که ان شاء الله به آن میپردازیم ان شاء الله. اما در باب بحث‌های یا کلمات کلیدی که در این بحث بیشتر مطرح میشه، اولا مفهوم کفر، که کفر چیست؟ کفر اولا خودش جناب استاد به معنای پوشیدن و به معنای ستر نمودن میآید. کفر یعنی پوشیدن و ستر نمودن. و در اصطلاحی که علمای اهل اسلام آن را تعریف کردن که کفر عبارت از چیه، تعریف مختلفی آمده، هر کدام از علما یک تعریف خاصی مطرح کردن، ولی بالای هم رفته اکثر تعریف و بیشتر تعریفی که علمای اسلام برای کفر مطرح کردن همان تعریفیه که میگن فردی که انکار آنچه که پیامبر علیه السلام از جانب الله سبحانه و تعالی آوردند یا انکار جزئی از آن، یعنی انکار نمودن آنچه که رسول الله علیه السلام از جانب الله متعالی آوردند و یا انکار جزئی از آنچه که الله پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله آوردند، به این کفر اصطلاحی میگن. این کفر که انسان جزئی یا همه آنچه که پیامبر از جانب الله آوردن انکار بکنه، به این میگن کفر. یعنی کل تعریفی که جمع بکنین، کل تعریفی که علما هر کدام از خود یک تعریف خاصی در این مورد کردن، برای ما نتیجه میده آنچه که انکار آنچه که رسول الله علیه السلام از جانب الله سبحانه و تعالی آوردند یا انکار جزئی از آنچه که پیامبر علیه السلام از طرف الله سبحانه و تعالی آوردند. این معنای اصطلاحی کفره. معنای اصطلاحی کفره. اما تکفیر چیست یا تکفیری کیست؟ تکفیر حقیقتا تکفیر خودی به معنای کافر خواندن و خطاب کردن کسی با صیغه کافر. مثلا کسی به کسی میگه کافر، این میشه تکفیری. خود شخصی که به طرف مقابل اطلاق کفر میکنه او تکفیری است. اما تکفیر خود عمل. بله خود عمله. تکفیر خود عمله که حقیقتا کافر خواندنه. اما تکفیری کسی که باز نسبت میشه همین کافر خواندن به طرف فردی که او این اطلاق کرده بر فردی. این حقیقتا معنای موجز و معنای خلاصه از آنچه که حقیقتا به تحت عنوان کفر و تکفیر یا تکفیری می باشه. خب جناب استاد فاتح گرامی، و مثال تکفیر هم ما طبقی که شما اشاره کردین میشه که به خوارج اصطلاح تکفیری ها را اطلاق کرد، درست است؟ بله درست. بله. خب امروز باز میشنیم که جناب استاد فاتح میشنیم دائم که کفر اکبر و کفر اصغر و نمیفهم کفر عملی و کفر اعتقادی و میشه در رابطه به اقسام و انواع این اصطلاحات هم توضیحات ارائه بکنید؟ حقیقتا جناب استاد کفر وقتی ما میگین به خاطر اینکه برخی از دوستان گرامی نکته را داشته باشند که احیانا در داخل بحث ما ان شاء الله به این موضوع نیاز میشه. ما کفر اولا علما به دو دسته تقسیم میکنن، کفر اکبر و کفر اصغر. کفر اکبر کفریه که انسان را از دایره اسلام خارج میکنه، و این کفر میتونه احیانا قولی باشه، میتونه احیانا فعلی باشه و انواع دیگری که به هر حال در داخل این کفر وجود داره، کفر اکبر
که انسان را گفتیم از دایره اسلام خارج میکنه و فردی که آن را انجام بده وقتی که شروط بر او مطابق شروط باشه، شروطی که ائمه اهل سنت و جماعت مطرح کردن، این فرد چی میشه؟ این فرد میشه کافر. و این کفر حقیقتا کفر اکبره. اما در برابر آن کفر دیگر است کفر اصغر. این کفر اصغر میتونه انواع مختلفی داشته باشه. مثلا میتونه کفر نعمت باشه. مثلا به عنوان مثال آنچه که در روایت داریم که رسول الله علیه السلام میگن که سب مسلمان سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. سب مسلمان یا دشنام مسلمان فسقه ولی قتلش کفره، در حالی که در آیه قرآن کریم صریح میاد که الله سبحانه و تعالی میگه نه اینها کافر نیستن، اینها کافر نیستن. در سوره مبارکه حجرات این حقیقتا این حدیث دلالت بر این نمیکنه که این کفر اکبر باشه. بله، کفر اکبر نیه. کفر اکبر نیه مگر اینکه فرد بیایه این مسئله را یا این عمل کشتن مسلمان را یا کشتن فرد را بیای حلال بدانه که آن باز بحث جدایی هست، حلال دانستن حرامه. اما در برابر این کفر گفتیم کفر اصغره، کفر کوچک. این کفر انسان را از دایره اسلام خارج نمیکنه، از دایره اسلام خارج نمیکنه، ولی شرعاً بر او کفر اطلاق شده. شرعاً بر او کفر اطلاق شده. یا مثلا به عنوان مثال حدیثی که رسول الله علیه السلام میگن که من حلف بغیر الله فقط اشرک یا فقط اکفر. کسی که به غیر الله سبحانه و تعالی قسم بخوره این انسان کافر میشه یا انسان مشرک میشه، شرک آورده یا کفر ورزیده. این کفر و این شرک کفر و شرک اصغره. این نمیتونه کفر اکبر باشه که انسان از دایره اسلام خارج بکنه. پس حقیقتا در میان اینها جناب استاد انواع مختلفی باز تحت هر کدام اینها قرار میگیره، هم در تحت کفر اکبر و هم در تحت کفر اصغر، که از مجموع آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم اینها شناخته میشن که کدام یک کفر اکبره و کدام یک کفر اصغره و کدام یک انسان را از دایره اسلام خارج میکنه و کدام یک انسان را از دایره اسلام خارج نمیکنه. پس جناب استاد اطلاقاتی که گفتیم در این مورد شده یک نکته که بسیار مهمه که عزیزان بفهمن. هر جایی که کلمه کفر آمد اولا احساس نکنن که این همان کفری که فرد را از دین خارج میکنه. بله، متوجه شدین؟ این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. اشاره که شما کردن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، اینجا منظور کفر مخرج من المله که از دین خارج شده، اینجا هدف اون نیست. بله، بدون شک این انسان را از دایره اسلام خارج نمیکنه. چون آیات قرآن کریم از کجا ما میفهمیم؟ چون آیات قرآن کریم و روایات دیگه صراحت داره بر این موضوع. صراحت داره که قتل کفر نیست، گناه کبیره قتل کفر نیست تا مادامی که فرد آن را حلال نشماره. اگر حلال شمرد باز آنجا بحثش جدا میشه. بس اینجا دیگه باز لما تحرم ما احل الله میشه. چرا شما آنچه که الله متعال را حرام کرده شما حلال میکنه، یا چیزی که الله حلال کرده چرا شما آن را حرام میکنه؟ ولی در اصل جناب استاد این خیلی مهمه. این اطلاقاتی که شریعت اسلامی کرده، مثلا بر یک چیز کفر میگه، ما باید بفهمیم که این کفر عملی است، کفر اعتقادی است، یا کفر اکبره، کفر اصغره، یا بفهمیم که این کفر نعمته. چون احیانا میشه که الله سبحانه و تعالی کفر میگه ولی کفر نعمته. کفر نعمته. به عنوان مثال انسان کفر نعمت میکنه به این که آنچه را که الله سبحانه و تعالی مباح ندانسته انسان گوش میکنه، در این کفر نعمت میکنه. الله سبحانه و تعالی یه چشم چرانی به عنوان مثال کفر نعمته. الله سبحانه و تعالی این چشم و گوش برای تو داده که درست استفاده کنی، ولی مادامی که تو میای اینجا خلاف استفاده میکنی کفر نعمت کردی. اگر کسی آمد یا در شریعت در جای دیدین در آیات قرآن کریم و در احادیث رسول الله علیه السلام که برخی از گناهان کبیره یا به صورت اطلاق بگین از گناهان بر او اطلاق کفر شده، نباید در جا ما حکم بکنین یا در جا حکم کرده بشه که این فرد کافر شد. اولا این بحث کفر کافر اینها بحث جدایی هست، یا اطلاقا بگین این همان کفر اکبره. این نکته خیلی مهمه جناب استاد. واقعا جناب استاد گرامی شما به حدیثی که اشاره کردین واقعا خیلی جالب بود. پس طلاب علم و کسانی که تازه
وارد حوزه های علم شریعت میشن نباید سریعا حکم کفر را بکنن و نگوین که واضح است. برادر بعضی را میبینیم که امروز میگه خب واضح است، حدیث واضح میگه که سباب المسلمین فسوق و قتاله کفر. اینجا بر طالب علم باید در اینجا تأمل بکنه، باید صلاحیتی را داشته باشه که نصوص جمع آوری بکنه، بعد از خلال نصوص حکم صادر کنه، نه ای که تسرع در حکم کنه. استاد الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی عبدالله. الله اکبر. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و بحثمان را پی میگیریم از جایی که جناب استاد عبدالرحمن فاتح توقف کردن و بحثی بود که نباید فرد مسلمان در اطلاق کفر تسرع بکنه و باید از خلال نصوص و جمع آوری نصوص حکم شرعی، البته این صلاحیت هر کسی نیست الا علمای که در سطح بالای دانش قرار دارند. خب جناب استاد فاتح، اگر در اینجا به برخی از نصوص اشاره کنیم که دین مبارک اسلام از خلال این نصوص فرد مسلمان از وقوع در فتنه تکفیر برحذر داشته و هشدار داده تا ای که فرد مسلمان متوجه شود، به خصوص کسایی که تازه گفتم پا به عرصه علم شرعیات می نهند، بیشتر از طبقه و بیشتر باز هم از طبقه جاهلی که تازه معلومات کسب میکنن، از اینا کلمه کفر و یا اطلاق کفر بر غیر صادر میشه. جناب استاد حقیقتا باز هم من یک نکته را در اینجا عرض بکنم که برخی از بیننده ها بر اونها دوچار شک و تردید نشه که نعوذ بالله ما داریم از منهج مرجئه دفاع میکنیم. نه، هدف ما این نیست، بلکه هدف ما بر اینه که نمیگین که به صورت اطلاق ما حق نداریم که فردی را تکفیر بکنیم. یعنی ما این حرف را نمیگیم، عموم اهل سنت را میگم، از طرف اهل سنت حرف میزنم، نه خودم را بگم. یعنی مادامی که فرد صلاحیت داشته باشه و دارای شرایطی باشه، میتونه که فرد معین حتی تکفیر بکنه. این بحث جدایی هست که ما بعداً شرایط و ضوابط آن را مطرح میکنیم. اما هدف ما اینجاست که همین طور مفت و بدون علم و بدون دانش و بدون اینکه فرد واقعا عمل کفر انجام داده باشه و نداده باشه، ما دروازه را باز کنیم و به خاطر اینکه به یک شهرتی برسیم، به خاطر اینکه حالا یک جا و منال برای خودمان پیدا بکنیم، بیاین دیگران را تکفیر بکنیم. این حقیقتا خطرناک جناب استاد و این جامعه را به بربادی میکشه از روی هوا و هوس و خواهشات نفسانی. قرآن کریم بدون شک کفر و اسلام هر دو جناب استاد واضح کرده، چی کفر، چی اسلام، چی حقیقت، چی باطل، همه چیز مطرح کرده. اما در سنت رسول و گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در موردی که یک فرد بیای مسلمان را تکفیر بکنه، مسلمان را تکفیر بکنه، این نکته را از جناب استاد خیلی توجه داشته باشین، چون بار بار میگن قید میکنیم که مسلمان را تکفیر بکنه، نه کافری را. کافر خود کافر دیگه، امر کافر واضح است. کافر است دیگه. کافر کسی نمیتونه که بگه که مسلمان است یا به کافر نگین. نه، به کافر میگه کافر نگین که این تندرویه، افراطه. اعوذ بالله. بعد جناب استاد حقیقتا این یک منطق قرآنیه، مادامی که تکفیر حقیقی باشه، یک منطق قرآنیه. خلاص کفر حقیقی کافر میگه، کافر حقیقی کافر میگه، مسلمان حقیقی هم مسلمان و مؤمن میگه. به هر صورت ما حدیثی داریم جناب استاد در صحیح بخاری، فقط دو حدیث از صحیح بخاری نقل میکنم، یک حدیث هم از صحیح مسلم. روایات در این مورد جناب استاد در کتب سنت و در کتب حدیثی زیاده، فقط بر دو روایت از بخاری و یک روایت از مسلم اکتفا میکنم. حدیث ابی هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله علیه السلام فرمودن اذا قال الرجل لاخیه یا کافر، وقتی که یک مرد به برادرش یعنی مسلمان برای مسلمان میگه، چون کافر برادر مسلمان نمیشه، انما المؤمنون اخوه، یا کافر برای میگه ای کافر، فقط باء به احدهما، به یکی از آنها این کفر میرسه. اگر این فردی که حالا به این فرد دیگه گفته یا کافر، اگر این کافر باشه خب کافر دیگه خلاص. ولی اگر کافر نبود، از دروغ برایش اطلاق کفر کرد، گفت یا کافر، به خودش میرسه این کفر، به خودش سرایت میکنه این کفر. خیلی احتیاط وحشتناک جناب استاد.
این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث 6103. حدیث بعدش یعنی 6104 از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایته که میگه رسول الله علیه السلام فرمودن ایما رجل قال لاخیه یا کافر، هر مردی که برای برادرش بگه کافر، فقط با بها احدهما، به یکی از آنها سرایت میکنه. باز هم حدیث دیگری از ابن عمر رضی الله عنهما روایت در صحیح مسلم حدیث 60 که میگه رسول الله علیه السلام فرمودن ایما امرئ قال لاخیه، هر فرد یا هر کدام از افرادی که برای برادرش بگه یا کافر فقط با به احدهما، یکی از اینها این کفر میرسه. تفصیل میده این کان کما قال، اگر اون فردی که برای این گفته کافر، برای اون فرد دیگه گفته کافر، مثلا زید به احمد گفته کافر مثلا، اگر این احمد کافر باشه خب کافره خلاص. و الا رجعت علی، اگر این که کافر نباشه به خود زید برمیگرده، یعنی اطلاق کفر برمیگرده. پس به خودش باید خیلی احتیاط کرد. وحشتناک جناب استاد، یعنی واقعا انسان نمیتونه که همینطور مفت به هر کس بگه کافر. اطلاق کافر کردن برای مردم خطرناک جناب استاد، مادامی که اگر این فرد لعن هم همین طوره. ما روایات در مورد لعن هم داریم، نفرین کردن و لعنت فرستادن. یک فردی که لعین نیه، یعنی لعنت نشده، شما او را لعنت بکنیم، این لعنت میره با آسمان ها، دروازه ها را بند میبینه، پس میایه به زمین میخوره به فرق سر کسی که برای کسی دیگه گفته لعین. این حقیقتا جناب استاد بسیار خطرناکه. پس بنابراین سر روایت هم در بخاری و هم در مسلم حقیقتا جناب استاد، ما چنانچه در اولم گفتم که روایات در این مورد فراوانه. یعنی اگر خواسته باشیم ما به روایات اشاره بکنیم، روایات در این مورد به اندازه‌ای هست که قابل حصر و شمارش نیست. ولی به عنوان نمونه همیشه میگین که مش نمونه خروار، ما در این برنامه ها مش نمونه خروار همیشه برای بینندگان عزیز میدین که نمونهش همینه. یعنی شما دیگه خودتان فکر بکنید. واقعا کسی که تابع حجت است، کسی که تابع دلیل است، کسی که تابع قرآن و سنت است، وقتی یک روایت را شنید، روایت صحیح شنید، باید تابع باشه. یعنی باید به او عمل بکنه. و هدف از ارائه و ذکر احادیث و ذکر نصوص همیست که مسلمان ها تابع هستند، تابع نصوص شرعی هستند. از پیش خود کسی چیز جدید را آورده نمیتونه. اجتهاد هم که صورت میگیره در پرتو نصوص صورت میگیره. خب جناب استاد، باز هم اگر چون علما باز هم الگو و قدوه ما هستند و چراغ هستند در جامعه و که مردم به سوی هدایت سوق میتن، به مردم دینشان نشان میتن، مردم راهنمایی میکنن، باز هم اگر در ارتباط به احتیاط علما، چه علمای سلف باشه چه علمای عصر حاضر باشه، در اطلاق کفر اگر برخی از اقوال از اینا، برخی از عملکردهای از اینا در ارتباط به تکفیر اگر اشاره کنیم. اگر از علمای عصر جناب استاد شروع بکنین، کسانی که علما یعنی واقعا عالمن، چون به هر کس نمیشه اطلاق عالم کرد، کسانی که عالمن، چون فرق باید عزیزان در میان یک داعی و میان عالم بگذارن. عالم از خود شرایطی داره و یک داعی از خود شرایطی داره، باید در میان اینها تفاوت ایجاد بشه و فرق گذاشته بشه. علما همیشه در طول تاریخ، چی در عصر حاضر و چی در گذشته، همیشه تأکید داشتن و مسلمانان را از فتنه تکفیر برحذر داشتن، چون تکفیر که خونها را مباح میکنه، مالها را حلال میکنه و خیلی از چیزها را جناب استاد راهها را باز میکنه. وقتی ما یک فرد تکفیر کردین، مالش حلال میشه، مالش به غنیمت گرفته میشه، نعوذ بالله، زنش بر او طلاق میشه و دیگه مفاسد و فتنه های دیگری که به بار میاره. پس بناهن علمای اسلام همیشه در باب تکفیر احتیاط را مورد نظر گرفتن، یعنی به هر حرفی کسان دیگر را تکفیر نکردن. مثلا شما وقتی فتنه خوارج ببینین در طول تاریخ، چی در عصر حاضر و چی در گذشته، اینها حقیقتا همیشه با بهانه های واهی و با یک گناه، دو گناهی که یک فرد کرده او را تکفیر کرده و مال و جانش را مباح میکنه کردند و فعلا هم خوارج امروز هم ادعا میکنن، کردن و میکنن و راحت، خیلی راحت، بدون هیچ حرفی، به محض ای که به نظرشان نفر بد بیایه
خلاص دیگه جانش رو از دست میده و میمیره و دیگه نفس نباید بکشه، در این دنیا نباید زندگی بکنه. این وحشتناکه جناب استاد. بحران هایی که مشاهده است بله. همه علتش و دلیلش سببش همین فتنه تکفیر اگرچه جناب استاد اصل اینها برمیگرده به همیشه جناب استاد در طول تاریخ در برابر افراط تفریط آمده و در برابر تفریط افراط آمده. وقتی این تفریط متاسفانه در باب تکفیر به وجود آمد که با آمریکا و با این و با آن و با هر کس نشستن و با هر کس معاهده کردن و با هر کس با هر کافر حربی رو دادن، باعث بری شد که یک گروه دیگه به وجود بیاین که در برابر اینها قرار بگیرن و کاملا مخالف اینها. و حقیقتا این در طول تاریخ جناب استاد این گونه بوده. در هر مسئله‌ای که شما نگاه بکنین بعد از یک افراط تفریطی به وجود آمده و بعد از یک تفریط افراطی به وجود آمده. حتی در دین مسیحیت و حتی در ادیان دیگه هم این قاعده وجود داشته و وجود داره. وقتی ما تاریخ را بخوانیم متوجه میشین. حالا به هر حال جناب استاد علمای اسلام در طول تاریخ به خاطر اینکه این فتنه ها به وجود نیایه مسلمانان را بر اساس قرآن کریم و سنت پیامبر این نکته را جناب استاد توجه داشته باشین، نه بر اساس هوا و خواهشات نفسانی خود بلکه بر اساس کتاب الله و سنت پیامبر علیه الصلاة و السلام همیشه و در طول تاریخ مسلمان ها را از تکفیر کردن منع کردن که شما تکفیر نکنید مگر آنکه شروطی وجود داشته باشه و آن شروط هم که وجود داشته باشه با کسی تکفیر میکنه که اهلیت تکفیر را داشته باشه، نه هر کس. این دروازه باز نیست جناب استاد، این دروازه به صورت مطلق بند هم نیست، این گونه باز هم نیست، بلکه احیانا باز احیانا بسته و چی کسی این دروازه را باز بکنه این هم نیاز به یک کسی داره که مهارت داشته باشه که دروازه را چگونه باز کنه، باز نکنه که دروازه را بشکنه یا خراب نکنه دروازه را یا نتونه که دروازه را باز بکنه. باید کسی باشه که مهارت آن و لیاقت آن را داشته باشه. ما در طول تاریخ گفتیم جناب استاد داشتیم علما و علمای و ائمه اسلام از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر علیه السلام همیشه ما را بر حذر می‌دارند که شما مسلمانان را تکفیر نکنید با گناه. با عنوان مثال چند نکته و چند نمونه از اقوال ائمه بزرگوار یا علمای بزرگوار را به خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. حالا در اینجا قول امام ابو حنیفه رحمه الله را می‌بینید، قول امام ابو حنیفه رحمه الله که در کتاب الفقه الاکبر صفحه 43، اگرچه این چاپی که پیش من از صفحه 43 هست شاید چاپ ها فرق میکنه، چاپ ها متفاوته، به هر حال هر کس میتونه اینجا را ببینه که در فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله که حقیقتا به امام ابو حنیفه منسوبه و عقیده امام ابو حنیفه در این و در الفقه الابسط جمع کرده، یا امام طحاوی عقیده امام ابو حنیفه و امام محمد و امام ابو یوسف را در کتاب عقیده طحاوی خود جمع کرده. به هر صورت در کتاب الفقه الاکبر چی میگن؟ امام ابو حنیفه میگن ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب، ما هیچ مسلمانی را تکفیر نمی کنیم به گناهی از گناهان و این کانت کبیرتن، اگرچه گناه کبیره هم باشه، تا زمانی که چیکار؟ تا زمانی که او را حلال ندانه. اگر حلال دانست این گناه کبیره را باز آن بحثش جدا هست. شبیه این جناب استاد در عقیده طحاوی آمده که امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله نقل میکنه. امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله میگه که البته در مقدمه کتاب خود امام ابو جعفر طحاوی میگه که این کتاب را ما بر اساس عقیده فقهای اهل ملت، فقهای ملت یعنی امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام محمد جمع آوری کردم و نوشتم. میگه ولا نکفر احد من اهل القبلة بذنب ما لم یستحله، میگه که ما تکفیر نمی کنیم هیچ احدی را، هیچ فردی را از اهل قبله به گناهی تا زمانی که آن را حلال ندانه. شبیه قول امام ابو حنیفه رحمه الله است، یعنی با اندک تفاوتی که هست. شرح السنه مزنی امام مزنی رحمه الله که حقیقتا یعنی میشه گفت که بر مذهب امام شافعی رحمه الله است، آمده گفته که و همچنین از مسائل عقیدتی این است که والامساک عن تکفیر اهل القبله، این که ما خودمان را نگه بداریم و اهل قبله را، کسانی که اهل قبله هستند و کسانی که مثل ما رو به طرف قبله میکنن آنها را تکفیر نکنیم، الا این که شرایط جناب استاد باز آن بحث جدایی هست. شرایط وقتی میایه یک فرد عمل کفر انجام میده، شرایط میایه و ضوابطی که علمای اسلام آمدن در طول تاریخ مطرح کردن آنجا بر یک فرد صادق میایه، آن باز بحث جدایی هست، آن بحثش جدا میشه. چون از اینجا کسی به هر حال این حرف برداشت سو نکنه، بار تکرار میکنه. و همچنین در کتاب مقدمه ابن ابی زید قیروانی، ابن ابی زید قیروانی رحمه الله
این کتاب را مقدمه را نوشته بر اساس فقه امام مالک و بر اساس دیدگاه امام مالک. خودش در مقدمه مثل علامه طحاوی رحمه الله در مقدمه ابن ابی زید در مقدمه خودش نقل میکنه که من این را بر اساس فکر و اندیشه و اصول و مذهب امام مالک رحمه الله نوشتم. بعد میایه ایمان را تعریف میکنه. بعد از اینکه ایمان را تعریف میکنه میگه او ان الایمان قول باللسان و اخلاص بالقلب و عمل بالجوارح یزید بزیاده الاعمال الی آخر. میاد در اخیر میگه و انه لا یکفر احد بذنب من اهل القبله. هیچ کس را ما تکفیر نمی کنیم، تکفیر نمیشه هیچ کس به گناهی که کرده، به گناهی که انجام داده از اهل قبله، به گناهی که انجام داده از اهل قبله، مگر این که باز کفر بورزه. باز آن بحث جدایی هست که به هر حال عملش کفر باشه و آن مورد اتفاق باشه که کفر باشه و به هر حال شرایطی که در مورد هست. به هر صورت جناب استاد اینها حقیقتا یعنی پاره و نمونه از اقوال برخی از علماست که در مورد این موضوع در مورد موضوع تکفیر قسمی که شما جناب استاد فاتح قبلا هم اشاره کردین این البته باز مشتی بود نمونه خروار که ما اگر بخوایم اقوال علما را در رابطه به هشدار و احتیاط در باب تکفیر ذکر کنیم شاید خود ازی نیاز به یک برنامه داشته باشه. انشاءالله جناب استاد اگر خداوند متعال به ما توفیق بده انشاءالله که باشین. باز یعنی در داخل ضوابط و شرایطی که هست برخی از علما که شرایط و ضوابط را گذاشتن باز انشاءالله در بحث اونها هم مسائل را از علما نقل میکنیم. ما چون همیشه به هر حال نیاز داریم که اقوال ائمه و علما و بزرگواران را با خود داشته باشیم و الا اینکه بدون آنها بدون فهم آنها فهم ما بسیار قاصره. خب جناب استاد فاتح شما بحث ضوابط را مطرح کردین و ضوابط است که تشخیص میده. چه بهتر است که در ارتباط به ضوابط تکفیر اشاره بکنین که چه ضابطه های وجود داره؟ بدون شک جناب استاد ما همچنان که گفتیم که اهل سنت و جماعت تکفیر میکنند و این تکفیر یک منطق قرآنی هست ولی مادامی که شرایط و ضوابطش باشه وجود داشته باشه و این که چی کسی تکفیر بکنه باز آن بحث جدایی هست. اولا جناب استاد یک نکته را فراموش نکنیم که در باب تکفیر اولین چیزی که مهمه اینه که باید ثابت بشه که این عملی که فرد انجام داده کفر هست یا نیست. این عملی که فرد انجام داده کفر هست یا نیست. اگر ثابت شد که این عمل کفره خب خلاص میایم باز در باب خود فرد نگاه میکنیم. در باب خود این فرد نگاه میکنیم و متوجه میشیم که این فرد دارای این شرایطی که بعداً بیان میشه هست یا نیست. و اگر عملش کفر نباشه خب بحث ما دیگه حرفی نداریم برای آن. ولی اگر ثابت شد که این عمل کفره ولی فرد آمد این عمل کفر را انجام داد، حالا این فرد اولا این که باید بالغ باشه جناب استاد. اگر بالغ نباشه ما نمیتونیم که به یک فردی که به هر حال بالغ نیست بر او اطلاق کفر بکنیم. بر یک فردی که بالغ نیست چون مرفوع القلمه آنچه که از روایات و آیات قرآن کریم برمیآید فردی که هنوز به سن بلوغت نرسیده حقیقتا آن مرفوع القلمه مکلف نیست. بله به عنوان مثال ما در مثلا در حدیثی داریم که رسول الله علیه السلام میفرمایند، حدیثی که امام احمد رحمه الله نقل میکنه، پیامبر علیه السلام میفرمایند رفع القلم عن ثلاثه. این سه نفر مرفوع القلم، عن النائم حتی یستیقظ و عن الصغیر و همچنین از کودک حتی یکبر تا زمانی که بزرگ بشه و عن المجنون حتی یعقل او یفیق، فردی که به هر حال دیوانه هست یا کوچکی که یا صغیر یا خردی که هنوز بزرگ نشده این مرفوع القلمه. اگر حتی این که عمل کفری هم انجام بده و کلمه کفری هم بگه این فرد ما نمیتونیم این طفل رو تکفیر بکنیم، این طفل رو بگیم کافر شد خلاص. پس بلوغ در این باب جناب استاد خیلی مهمه. به همین واسطه که علما قاعده کلی و مشهور میگذارن که مثلا میگه که البلوغ و العقل شرط التکلیف، بلوغ و عقل شرط تکلیفه. مادامی که فرد تحت تکلیف نشده ما نمیتونیم را تکفیر بکنیم. عقل و بلوغ شرط چیه؟ شرط تکلیفه. پس بناهن مادامی که این شرط وجود نداشته باشه، تکلیف در این فرد نباشه، ما نمیتونیم آن را تکفیر بکنیم. بس این بلوغ نرسیده باشه، مجنون باشه، بر او اطلاق کفر. بله. و همچنین امام ابن قدامه رحمه الله هم
در کتاب المغنی اجماع علما نقل میکنه و ابن منذر هم در کتاب الاجماع اجماع علما نقل میکنه و همچنین امام نووی رحمه الله هم در کتاب روضة الطالبین این نکته را نقل میکنه. به هر صورت اینها حقیقتا جناب استاد نشانه های از اینه که یا دلایل بر اینه که فرد مادامی که بالغ نباشه، حتی این که ثابت هم بشه که این کلمه کفر را گفته، ما نمیتونیم برای اطلاق کفر بکنیم و یک عالم نمیتونه برای اطلاق کفر بکنه. بعد میاد شرط دوم جناب استاد، شرط دوم اینه که فرد از روی اختیار این کلمه کفر را گفته باشه یا عمل کفر را انجام داده باشه، از روی اختیار و قصد. این دوتا خیلی مهمه جناب استاد، قصد و اختیار. یعنی کسی که از روی قصد کار انجام نده، ما نمیتونیم بگیم این کافر شده. یک کلمه کفری از زبانش بدون قصد خارج شده، بدون اینکه بفهمه، بدون اینکه متوجه بشه، قصد نداری رو نمیتونه کسی کافر بگه. بدون اراده خارج شده باشه یا در تحت جبر و اکراه این کلمه از او. بله، به عنوان مثال آنچه که از روی خطا از دهان انسان یا سهو بیرون میشه، اشاره میکنن علما به حدیثی که در صحیح مسلم از انس رضی الله عنه روایت شده که رسول الله علیه السلام فردی را نقل میکنن که این فرد در داخل صحرا همه چیز را از دست میده، همه چیزش نابود میشه و از بین میره. بعد میخوابه، برای آمادگی مرگ میخوابه، میگه دیگه میخوابم که بمیرم، حالا راحله و آنچه که داشتم همه چیز گم شده، همه چیز از پیش من رفته. بعد یک بار از خواب بیدار میشه، میبینه که همان حیوانی که داشته با خود اون هم موجوده، باری هم هست، خوردنی هم هست، همه چیزش موجوده. اینجایی از بس که خوشحال میشه چی میگه؟ میگه اللهم انت عبدی و انا ربک. میگه الله تو بنده من هستی و من پروردگار تو. در حالی که کلمه کفر است، در ظاهرش کفر. بله، این از بس که از شدت حقیقتا همان خوشحالی این حرف میزنه، از بس که خوشحال میشه بدون قصد این حرف میزنه، ولی الله سبحانه و تعالی مؤاخذه نمیکنه. الله متعال مؤاخذه نمیکنه، چون به غیر قصد بوده. این حرف رو از روی قصد این بیچاره نگفته. و همچنین از روی جبر و اکراه جناب استاد، ما در قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه 106 داریم که الله متعال سبحانه و تعالی چی میگه. یا مثلا اشاره بکنین اول به داستان عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه، وقتی که مادرش سمیه شهید میشه توسط ابو جهل و همچنین یاسر شهید میشه پدرش. وقتی که نوبت به عمار میرسه، عمار کلمه کفری از دهان خارج میکنه، پیامبر علیه السلام را دشنام میده. بعد میگه گریه کرده، میگه یا رسول الله هلاک شدم، یا الله ای پیامبر خدا تباه شدم. پیامبر علیه السلام میگن چی شده؟ میگه یا رسول الله شما را دشنام دادم، از بس که شکنجه شدم و دیگه تاب و توان را نداشتم. و این را به اصطلاح شرعی یا به اصطلاح فقها به نام رخصه میگن. یک ما در باب شریعت، در باب احکام اسلامی یک عزیمت داریم، یک رخصت داریم. این را رخصت میگن. این از رخصت شریعت استفاده کرده، پیامبر علیه السلام میگن اشکال نداره، مادامی که قلبت مطمئن با ایمان باشه، از روی اکراه و از روی جبر و از روی زور کسی بر تو زور کرده و تو را مجبور کرده که این کلمه را بگی، کافر نمیشی. همچنین در سوره مبارکه نحل آیه 106 الله متعال میگه من کفر بالله من بعد ایمانه الا، کسی که بعد از ایمانش کافر بشه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که بر او جبر بشه و اکراه بشه و قلبش مطمئن با ایمان باشه. این بسش جناب استاد جدا، یعنی کافر نمیشه این فرد. این هم یکی از شرایط یا این هم یکی از شرایط که ما حقیقتا دو تا رو در البته باز خود اکراه هم فکر کنم شروطی داره. بدون شک این هم از خود داره، چون کسی نه استفاده نکنه، فرضاً یک کسی او را تهدید میکنه، میفهمه که جهتی که او را تهدید میکنه قابلیت ایره نداره که بر او چی کنه، اجرا کنه، بر او تنفیذ کنه، بگه خلاص ما کلمه کفر جاری نه اینجوری نه دیگه جناب استاد، بدون شک یعنی زیر مرگ باشه. مثل که اگر عمار این کلمه را بیان نمیکرد و نمیگفت، مثل مادرش و مثل پدرش که به جلوی رویش کشته شدن و شهید شدن، میکشتن او را از بین میبردن. خیلی این کلمه را گفت تا اینکه از این مرگ حتمی نجات بیابه. قدرت مقاومت هم نداشته، قدرت مقاومت نداره، تک و تنها اینجا چیکار بکنه با این وحشی که آمده بالای سرش ایستاد شده و میگه که یا این که باید کفر بکنی، این که محمد صلی الله علیه و سلم را دشنام بدی، که تو را میکشم. و این مرگ حتمیه جناب استاد. اما کسی که
تهدید میکنه و توانش را نداره دیگه، این درست نیست که از پشت موبایل تو را تهدید میکنه که والله یا کفر بکن یا من تو را میکشم. دستش به تو نمیرسه، دستش نیست، یا اصلا چیزی با خود نداره. تو توان قدرت او را داری که او را دفع بکنی، مقاومت بکنی و از خود دفع بکنی. در این صورت ها جناب استاد باز فرق میکنه در مسائل مختلفی که در باب اکراه، چی در باب طلاق، چی در باب کفر، در ابواب مختلف فقهی یا شرعی که باب اکراه میاد. این شروط در باب اکراه هم در باب کسی که بر او اکراه میشه و هم کسی که اکراه میکنه و این اکراه چی هست، تهدید چی هست. این حقیقتا حرفهای و شرایطی که در جای خودش مورد بحثه. اما شرط سوم جناب استاد اینه که قیام بر او اتمام حجت بشه، بر او اتمام حجت بشه. بر این شخص معینی که ما میخوایم تکفیر بکنیم باید بر او اتمام حجت بشه. این حقیقتا جناب استاد همه اینها ما آنچه که صحبت میکنیم حالا بالای تکفیر معینه، چون تکفیر مطلق در قرآن کریم به عنوان مثال آمده که یا در احادیث پیامبر علیه السلام که هر کس این کار بکنه کافر میشه، هر کس این کار بکنه کافر میشه، هر کس این کار نکنه کافر میشه، یا در انجام عمل یا در عدم انجام عمل فرد کافر میشه. این کفر این تکفیر مطلق. حقیقتا تکفیر مطلقه. اما تکفیر معینه که ما بحثایش رو مطرح میکنیم، وقتی خواسته باشیم برای یک فرد کافر بگین، شخص معین این شروط در او موجوده جناب استاد. اولا ما در تکفیر مطلق گفتیم که شرط اولش اینه که این عمل حقیقتا کفر باشه. معین، تکفیر معین. حتی در باب مطلق جناب استاد یک چیزی که ما میگیم کفر باید کفر باشه دیگه. نه اینکه اصلا چیزی به نام کفر وجود نداره ما یک گناه صغیر رو هم بگیم کفر. باید یک کفر وجود داشته باشه و حقیقتا این رو از کجا میدانیم؟ از قرآن کریم و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم درک میکنیم. حالا شرط اول بلوغ، شرط دوم گفتیم چیه؟ عقل. شرط دوم اینه که اکراه نباشه در آن. اکراه نباشه، از روی جبر نگفته باشه. بله از روی جبر نگفته باشه. و همچنین از روی اختیار باشه. از روی اختیار. و بحث دیگری که مطرح میشه اینه که بر او اتمام حجت بشه جناب استاد. یک فردی نمیفهمه که همین عمل کفره. بله نمیفهمه که این عمل کفره مگر اینکه بر او گفته بشه. آن وقت که گفته شد، آن وقتی که این فرد حقیقتا اگر دوباره این کار را انجام داد با عقلش، با بلوغش و با بدون اکراه و اختیاری و از روی قصد این کار را انجام داد، آن وقتی که یک عالم، یک آدم فهمیده، نه هر کس، یک آدم فهمیده میتونه بر او اطلاق کلمه کافر بکنه که بگی کافر شده. متوجه شدین؟ بله. حالا گفتیم که بر او اتمام حجت بشه. ما در این مورد جناب استاد اقوالی از علما داریم، اقوالی از علما که خوبه در اینجا ما برخی از اقوال نقل بکنم. مثلا ابن تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله متهم به این که مردم تکفیر میکنه. روافض و اهل بدعت اینها همیشه با ابن تیمیه رحمه الله که حقیقتا خاری بر چشمان اینها هست، همیشه بر این تعدی و تجاوز میکنن که بله این گفته تکفیر. جناب استاد اگر اجازه بدین اینجا من یک مداخله داشته. مشکلی است که تکفیری میای کسی که کسره که او در باب تکفیر میگه احتیاط خرج بتین، او را متهم به تکفیر میکنه. یعنی روافض بیان امام ابن تیمیه را تکفیر کنن یا متهم به تکفیری بودن کنن، این دیگه خیلی جایی. این منطق جهل همیشه همیه جناب استاد. شما در قرآن کریم وقتی مراجعه بکنین همیشه مسلمان ها متهم به کفر میشن. بله. متهم به کفر میشن، میگن اینا کافرن. یک کافر مشرکی که بت میپرسته مسلمان ها رو تکفیر میکنه، میگه اینها چون 360 تا نمیپرستن، یکی میپرستن، به 359 تا دیگه اینا کافر شدن. نعوذ بالله. حالا به هر حال جناب استاد قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در این مورد چیه؟ میگه که من کان مؤمنا بالله و رسوله. خوبه کسایی که مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را دارن کتاب را باز کنن، جلد 12 صفحه 523 و 524. میگه که من کان مؤمنا بالله و رسوله مطلقا ولم یبلغه من العلم ما یبین له الصواب فانه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه. یعنی میگه که کسی که مؤمن باشه به الله و پیامبرش مطلقا ولم یبلغه من العلم، علم برایش نرسیده، ما یبین له الصواب که برایش حقیقت و درستی برایش ثابت بشه، فانه لا يحكم بكفره،
میگه من به الله و پیامبر ایمان دارم، ولی دیگه که اعمال کفر انجام میده بیچاره نمیفهمه، از روی نادانی انجام میده. فانه لا یحکم بکفره، بر این فرد حکم کفر نمیشه حتی تقوم علیه الحجه، تا اینکه حجت بر او تمام بشه، تا اینکه بله التی من خالفها کفر، حجتی که هر کس مخالفت این حجت بکنه کافر میشه. یعنی این حجت بر او باید تمام بشه و این حجت بر او گفته بشه. میگه که اذ کثیر من الناس یخطئ فيما يتأوله من القرآن و یجهل کثیر. این بحث جداییه که بحث تأویل داخل میشه. حالا منظوریه که جناب استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه چی میگه؟ میگه که لا یحکم بکفره حتی تقوم علیه الحجه. میگه که بر این فردی که به الله و پیامبر ایمان داره و عمل کفر انجام داده و به او علم نرسیده و نمیفهمه و بر او اتمام حجت نشده، ما نمیتونیم که بر او حکم به کفر بکنیم. حکم به کفر بکنیم تا زمانی که بر او اتمام حجت بشه. و شبیه این جناب استاد در حتی از شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم نقل شده که در مجموع رسائل ایشان موجوده که ایشان هم میفرمایند که اگر من کسی ببینم که بر قبه یا بر قبر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله سجده میکنه او را تکفیر نمیکنم، شاید نمیفهمه و باید بر او اتمام حجت بشه، از روی نافهمی کار انجام میده. دوباره تکرار کنن که به گوش کسایی که شیخ ابن تیمیه یا امام محمد ابن عبدالوهاب متهم به تکفیر میکنن یا تکفیری بودن میکنن، اینا متوجه شون که این شخص چی میگه. حتی کسی را که در حال سجده در قبر میبینه میگه من او را بر او حکم کفر نمیکنم. جناب استاد اولا من یک نکته را میخوام اینجا عرض بکنم، وان این که ما ابن تیمیه پرست یا محمد ابن عبدالوهاب پرست نیستیم، بلکه الله پرستیم و تابع قرآن و سنت پیامبر علیه السلام هستیم. اما چرا از این بزرگواران دفاع میکنیم؟ به خاطر اینکه بر اینها تهمت زده شده، بر اینها دروغ بسته شده. و الا اینکه جناب استاد مادامی که ابن تیمیه رحمه الله و محمد ابن عبدالوهاب و هر کس دیگری خلاف قرآن کریم و سنت پیامبر علیه السلام حرفی بزنه، حرف او میزنیم به دیوار، حرف او را میزنیم به دیوار و حرف او به پیش ما قابل ارزش نیست. اما چرا از اینها دفاع میکنیم؟ به خاطر اینکه بر اینها دروغ بسته شده. میگن اینها عموم مسلمان ها را تکفیر میکنن. کجا عموم مسلمان ها را تکفیر کردن؟ در کجا همچون حرفی را زدن؟ عموم مسلمان ها را میگه تکفیر میکنن، در حالی که اینها شروطی برای تکفیر افراد، فرد معین حتی، یا به صورت مطلق بگین تکفیر مطلق، هر چیزی را نگفتن که کفره و هر کسی را نگفتن که کافره، بلکه شرایط و ضوابطی گذاشتن. بنابراین این شرط سوم، اگر شما کدام حرفی دارین بفرمایید. بفرمایید استاد، بفرمایید. اگر کدام حرفی پیرامون این نخیر بفرمایید. بعد این قول شیخ الاسلام ابن تیمیه بود. اما بحث دیگر جناب استاد آنچه که مطرح میشه اینه که شرط چهارم این که فردی که این عمل کفر را انجام میده متأول نباشه. یعنی چی؟ یعنی تأویل کننده این حرف خود نباشه. حالا یک علم، یک چیزی برای او رسیده و بر اساس این علم خود میاد یک چیزی را تأویل میکنه. از نظر ما مثلا کفر و کفر بودنش ثابته، کفر بودن این عمل ثابته، اما این فرد تأویل میکنه، از روی تأویل خود به خطا میره و تأویلش به خطا هست جناب استاد. تأویلش به خطا هست، تأویل بیجا میکنه، در حالی که حقیقتا یک دلیلی به نزد خود آورده یا یک شبهه‌ای به نزد خود آورده و بر اساس همین داره مانور میده، در حالی که برایش ثابت نیست. فکر میکنه بر حق، در حالی که این عملش عمل کفره، ولی از روی تأویل یک عمل کفر را انجام میده. ما نمیتونیم جناب استاد بر این شخص متأول یا بر این شخصی که تأویل میکنه ما او را تکفیر بکنیم یا او را کافر بخوانیم. بنابراین جناب استاد 4 شرطی که در فرد معین یا تکفیر معین موجوده، اولا شرط بلوغ و عقل، این خیلی مهمه بینندگان عزیز و گرامی داشته باشن. شرط سوم اینه که از روی قصد و از روی اختیار باشه. این کفری که انجام داده یا این کفری که گفته از روی قصد و اختیار باشه. شرط سوم جناب استاد شرطیه که این فرد، یعنی این فردی که انجام میده، بر او اتمام حجت نشده باشه، یعنی از روی جهل این کار را انجام نده، بلکه میشه یکی از شروط جهل بود. بله، از روی جهل انجام نده، بر او اتمام حجت شده باشه. بر او اتمام حجت شده باشه و بعد از اتمام حجت اگر دوباره این عمل کفر انجام داد با مد نظر داشتن شروط دیگر، این فرد بر او حکم کافر بودن یا حکم این میشه که این فرد تکفیر معین میشه.
خب و شرط چهارم جناب استاد اینه که فردی را که تکفیر میکنن متأول نباشه. یعنی اینکه بر اساس علم و دانشی که داره تأویل نکنه، چون اگر قرار باشه که این فرد تأویل بکنه و بر اساس علم و دانشی که داره به خطا رفته باشه، ما نمیتونیم آن را مطلقاً تکفیر بکنیم، نمیتونیم این فرد معین را تکفیر بکنیم. پس بنابراین جناب استاد بله، نه ما مثل خوارج هستیم که بدون شرط و شروط افراد را تکفیر بکنیم، نه هم مثل مرجئه هستیم که بگیم ابداً تکفیر معین وجود نداره. این حرف را نمیگیم، بلکه اهل سنت و جماعت شروطی را میگذارن. اولا در تکفیر این که این عمل باید کفر باشه، ثبوتش رسیده باشه که کفر هست، نه اینکه هر عملی به نظر من کفر آمد خلاص بیایم بر مردم بگین که یالا این دیگه کفره. و این کفر بودن را از کجا میدانیم؟ از قرآن کریم و احادیث رسول الله علیه السلام، بنا به شرایط و ضوابط و اصولی که قرآن کریم و احادیث پیامبر و یا علما گذاشتن برای فهم کفر و شرک، و یا صراحتا در موردش آمده باشه که این عمل کفر و این عمل شرکه. بعد از آن فردی را که تکفیر معین میکنیم بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت باید دارای این شرایطی که گفتیم باشه. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. اگر اجازه بدید ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی باز هم و سراغ یک میان برنامه میریم و پس از این میان برنامه ان شاء الله نوبت میرسه به صحبت های شما عزیزان و دوستان که اگر صحبت در رابطه به این موضوع داشته باشید. حالا در این کتاب بهار الانوار در این جلدش دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب رو، در صفحه 84 باب 101 میبخشید باب 101، این باب اسمش از باب کفر المخالفین و النصاب و ما یناسب ذلك. باب کفر مخالفین، مخالفین همه مخالفین شیعه درست. و ناصبی هم گفتیم که به اون تعریفی که از ناصبی دارن، ناصبی یعنی سنی. در اینجا اولین روایتش چی میگه؟ من جهد امامته من عند الله عز وجل و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب. کسی که امامی رو انکار بکنه یا کسی که اعتقاد بر این داشته باشه که آن دو نفر ابوبکر و عمر در اسلام نصیبی داشتن، یعنی 1% هم مسلمان بودن، ذره ایمان داشتن، اینها چی هستن؟ کافر هستن. درست. الله به اونا نگاه نمیکنه، اونا رو تزکیه نمیکنه، در روز قیامت هم براشون عذاب دردناک است. در صفحه 85 در روایت 8 همون قضیه علم رو در اینجا دوباره ذکر میکنه که الله سبحانه و تعالی علی رو یک نشانه و علمی قرار داد بین خودش و بین خلقش. دوستان اگر نشون بدن فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. درست. در روایت نوم چی میگه؟ علی علیه السلام باب الهدى و من خالفه کان کافرا و من انکره دخل النار. کسی که امامت علی رو انکار بکنه چی میشه؟ داخل آتش میشه. در صفحه 86 در اینجا روایتی رو میاره که کسی اگر بیاد، در اولین روایت در شروع صفحه، کسی که ولو ان عبدا دعانی منذ خلقت السماوات والارض ثم لقيني جاهدا لولایة علی صلوات الله علیه لاکببته فی السقر. اگر که بنده‌ای از زمان خلقت آسمان و زمین عبادت کرده باشه، بعد اومده باشه و با الله روبرو شده باشه در حالی که ولایت علی رو انکار کرده، امامت علی رو انکار کرده، این رو با صورتش کار میکنم به آتش میاندازم. در روایت 11 چی میگه؟ سمعت ابا عبدالله یقول لو جهد امیر المؤمنین علیه السلام جمیع من فی الارض لیعذبهم الله جمیعا و ادخلهم نار. اگر امامت علی رو همه مردم در کره زمین انکار بشن، همه رو عذاب میکنه و همشون رو وارد آتش جهنم میکنه. سبحان الله. در روایت 16 سمعت ابا جعفر یقول اعداء علی
هم المخلدون فی النار و قال الله و ما هم بخارجین منها. میگه دشمنان علی همه در آتش جهنم هستند و از آتش جهنم هم هیچ وقت چی نمیشن؟ خارج نمیشن. در صفحه 87. کلا فعلا ما در همون باب کفر مخالفین هستیم. درست. در اینجا میگه که محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی قال كتبت الى ابي الحسن، برای ابی الحسن نوشتم اساله عن الناسب، میپرسم در مورد ناسب، نواسب که تعریفش رو گفتیم قبلا. هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت و اعتقاد امامتهما؟ آیا برای امتحان کردن این یک ناسبی بیشتر از این لازم است که من اونو امتحان بکنم در این که ابوبکر و عمر رو بر علی افضلیت میدن و اعتقاد دارن که اونها خلیفه و امام مسلمین هستن بعد از پیامبر؟ یعنی من میخوام الان شما رو امتحان بکنم آقای طاهری، شما ابوبکر و عمر رو بر علی افضل میدانید؟ هیچ شک درش نیست. آیا بعد از پیامبر اونها رو جانشین پیامبر میدانید؟ دقیقاً. پس جواب امام در مورد شما چی است؟ من کان علی هذا فهو ناصب، کسی که این اعتقاد رو داشته باشه اون ناصبی است. یعنی خون شما مباح است، مال شما مباح است، خمس مالتون هم باید برای مکارم شیرازی و قزوینی و به اصطلاح جعفر سبحانی فرستاده بشه و گردنتون هم باید زده بشه، چون که شما ناصبی هستید، چون که این اعتقاد شماست. هر سنی که این اعتقاد رو داره این انسان حلال الدم هست و باید کشته بشه و جهنمی است. در روایت 19 دوباره لا دین لمن دان به ولایت امام جاهل لیس من الله، کسی که به ولایت امام ظالمی که از طرف الله نباشه اعتقاد داشته باشه این انسان اصلا چی است؟ دین ندارد. همچنین در این روایت بعدی در مورد کسی که به ولایت ائمه اعتقاد نداشته باشه کافر هست. در روایت 21 قال ابو عبدالله الائمه بعد نبینا 12 نجیبا مفهمون، بعد از پیامبر ما 12 امام پاک هست. من نقص منهم واحدا، کسی که یکی از اونها رو کم بکنه، او زاد فیهم یا زیاد بکنه، 14 تا بکنه 13 تا، خرج من دین الله، از دین الله خارج میشه. ولم یکن من ولایتنا علی شیء، پس این هیچ ربطی به ولایت ما نداره، یعنی هیچ اعتقادی به ولایت ما نداره. کسی یکی رو کم بکنه یا یکی رو زیاد بکنه. اینا همه نمونه هایی است که در این باب من در صفحه 88 هم فقط یک روایت دیگر هم نشون بدم. اینجا این روایت خیلی مهم هست، اهل سنتی که ابوبکر و عمر رو دوست دارن این رو ببینن. در صفحه 88 میگه که در فمن جهدنا، از امام صادق اینجا روایت کرده، ان الله تبارک و تعالی جعلنا حججه علی خلقه، الله سبحانه و تعالی ما را حجت ها بر خلق تعیین کرده. میگه فمن جهدنا کان به منزلت ابلیس فی تعنته علی الله، کسی که ما را انکار بکنه مانند ابلیس است که در اونجا چیکار کرد؟ امر خدا رو انکار کرد، عمل نکرد به دستور الله سبحانه و تعالی. حین امره بالسجود لآدم، وقتی که امر کرد که به آدم سجده بکنه. در روایت 25 در همین صفحه، در صفحه 88 در جلد 69 بهار الانوار دایره المعارف خرافات شیعه، در اینجا میگه که از امام پرسیده شد که ان لی علیک حقا الا تخبرنی عن هذین رجلین، برگردن تو حقی دارم امام که در مورد این دو مرد عن ابی بکر و عمر به من بگی که اینا حالشون چی است، در چه وضعی هستن. فقال، گفت کافران، هر دوتاشون کافرن. کافر من احبهما، هر کیم که اونها رو دوست داشته باشه چی است؟ کافر هست.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما سروران هستیم با ادامه این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه که پیرامون تکفیر و تکفیری صحبت داشتیم و تقریبا تا 1 ساعت گذشته به برخی از موضوعات از جمله ضوابط و شرایط تکفیر اشاره شد و همچنین به واژه‌های کلیدی اشاره شد و منهج اهل سنت و برخی از روایات و همچنین اقوال علما در ارتباط به احتیاط در وقوع به فتنه تکفیر جناب استاد فاتح اشاره کردن و البته تلفن های برنامه همین لحظه انشاءالله زیرنویس میشه و شما عزیزان میتوانید در ارتباط به موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد، البته محاوره که زیر عنوان مطرح شد، صحبت کنید و یادآور میشم از همین لحظه که بیننده های عزیز و گرامی تلاش کنین حتی الامکان وقت تماس با استودیو وصل میشه مستقیما وارد بحث شوین، مستقیما صحبت کنین تا نه وقت خودتان تلف شوه و نه وقت ما و نه وقت سایر بیننده ها و بیننده های بیشتر فرصت این را پیدا کنند تا در برنامه مشارکت داشته باشند. تا حین برقرار شدن تماس های بیننده های عزیز و گرامی، سوالی که در ذهن ما بود جناب استاد فاتحی بود که و این البته سوال مهمی، سوالی است که شاید در ذهن شمار زیادی از بیننده ها هم خطور کنه، است که چی کسی، یعنی آیا هر کسی وقتی ما یک عمل کفری را دیدم من میتونم مستقیم بر طرف حکم اطلاق کفر کنم یا ای که حکم اطلاق کفر مربوط میشه به جهت معین، به اشخاص معین؟ اما مثل همیشه جناب استاد فاطمه، قبل از اینکه بعد از میان برنامه میخوام طرف شما سوال مطرح کنم، دوستای اشاره میکنن که تماس ها برقرار شده، من این سوال مطرح نمی کنم، میگذارم به آخر برنامه. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ من رضا هستم از تهران. رضا؟ بله بله. از کجا؟ از تهران. از تهران. آقا رضا مستقیما وارد سوال شد. بفرمایید. زنده باشید. بله بله. بفرمایید، وصل هستیم بیننده گرامی، مستقیما گفتم وارد بحث شوین. بله. دیشب متاسفانه این آقای انصاری چند دفعه دوست گرامی آقای رضا، من از ابتدای برنامه صحبت کردم که موضوعیت برنامه رعایت شود. حال ما با آقای انصاری کار نداریم، چیزی که در این برنامه مطرح شد در موضوع برنامه است. در رابطه با موضوع برنامه اگر صحبتی دارین بفرمایید مستقیما. خب میریم سراغ تماس بعدی. دوستای گرامی باز هم متذکر میشیم که موضوعیت برنامه را رعایت کنین و الا ما مجبور هستیم که صدای شما را قطع کنیم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بیننده گرامی شما وصل هستین، از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنین، بفرمایید. بیننده گرامی ما مجبور هستیم قطع کنیم، میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بینندگان گرامی باز هم متذکر میشیم وقت وصل میشین مستقیما وارد صحبت شوین و از طریق گوشی تلفنی با ما صحبت کنین. السلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما برادر یک سوال داشتیم. سوالتان در ارتباط به موضوع برنامه است یا خارج از موضوع برنامه؟ ارتباط به برنامه. خب بفرمایید، کمی صدایتان بلند بکنید. ما یک شخص برای ریش ماندن برادر چی کرد، تهدید کرد ما را. انا چی گفت برای چی ریش ماندن؟ ما گفتیم که
این سنت پیغمبر است و با ضربه پیغمبر رو دشنام کردن در پیش ما. حکمی ولی چی است در اسلام نیست؟ دشنام. خب به خاطر ای که شما گفتین من ریش دارم و این سنت پیامبر است، بر پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام داده. سوال تا نیست که آیا بر چنین شخص ما میتونیم که حکم کفر اطلاق کنیم یا نه، درست است؟ بله بله. تشکر از شما بیننده گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. خود معرفی کنین. رضایی هستم از اصفهان استاد، مزاحم میشم. آقای کی حسینی گفتین؟ رضایی برادر. آقای رضایی بفرمایید. استاد به محضر شریفتون بگم که این قسمت برنامه رو که از آقای انصاری این روایت ها رو نشون دادید از کتب شیعه و از کتب بهار، خب این روایت که قابل انکار نیست. این روایت رو که نمیشه بگی آقا چنین روایتی در کتاب ما نیست. آقای گرامی، آقای رضایی، فکر کنم شما عین بحث را در برنامه منبر وصال هم کردین. چون این برنامه گفتم میان برنامه بود، شما نمیتونین. ما فقط اجازه میتیم که در صلب موضوع داخل شین و در موضوعی که ما در برنامه مطرح میکنیم پیرامون از این صحبت بکنین. خب میرم الان بحث شما تکفیر است برادر، بحث شما تکفیر است، درسته؟ تکفیر است. اگر در ارتباط به صحبتایی که جناب استاد فاتح کردن هر صحبتی داریم بفرمایید. خب میخوام این رو بگم که دیدم زیرش هم شیعه هم نوشتید تکفیر و شیعه و تکفیر، این هم دیدم نوشته زیر نویس داشتید، درسته یا نه؟ آقای رضایی، میخوام این رو بگم که شما که بزرگواری میفرمایید برنامه میگذارید با کارشناساتون، الان شما با آقای استاد فاتح برنامه دارید، خب چرا یه وقتی که از علما یک از کارشناسان شیعه رو دعوت نمیکنید یا حالا تلفنی یا از طریق تلویزیون این روایت‌ها بررسی بشه تا اونا نظر بدن تا مشکل مردم حل بشه؟ اینا این طرف یه طرفه بررسی میشه. خب به هر حال ما هر چی بخوایم خودمون رو قانع بکنیم. شما آقای رضایی شما اگر کارشناس هستین و در این ارتباط صاحب نظر هستین، شما میتونین انشاءالله ما در برنامه بعدی باز پیرامون روایاتی که در تکفیر عموم اهل سنت در کتاب‌های شیعه وجود داره صحبت میکنیم و شما در برنامه بعدی با ما شریک شوین، درسته؟ مورد الان اجازه میده من 30 ثانیه موضوع خدمتتون بگم. بفرمایید. من میخوام اینو بگم وقتی شما این روایات رو میخونید به ما رو مخاطب بدین، قرار بدین بگید به نظر شما در مورد روایات چی است. نمیتونین تکذیب کنید، یعنی ما شیعه نمیتونیم رو تکذیب کنیم که در مورد این که این روایات رو میخوام توضیح کنیم چی نظر ما چیست. خب گفتم در برنامه بعدی وقتی مطرح شد شما میتونین نظریاتتون ابراز کنید. چه روزیه برنامه یعنی با آقای فاتح کیه؟ چند برنامه بعدی بازسازی اندیشه اگر خداوند عمر داد تا آن وقت زنده بودیم باز هم بحثمان ادامه داره و به روایات شیعه هم اشاره میشه، درست است؟ بله. چه روزی میشه؟ سلامت باشین. خداحافظ شما. سراغ بیننده بعدی میریم. سلام علیکم. بیننده گرامی سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید شما وصل هستین بیننده گرامی. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. خود معرفی بکنین، کمی صدایتان بلند کنین. ناروی هستم از زاهدان. آقای ناروی ها؟ بله بله. میخواستم یه سوال ازتون بپرسم درباره همین تکفیر. بله بلندتر. اگر کسی مسلمان باشه. اندکی صدایتان بلند کنین. اگر کسی مسلمان باشه. الو. بله. الو. بله بفرمایید. اگر کسی مسلمان باشه بعد بیاد مثلا دین مسیح رو تبلیغ بکنه، این تکفیر میشه یا نمیشه؟ به ظاهر مسلمانه ولی دین مسیح رو تبلیغ میکنه. درست است انشاءالله. این تکفیر میشه یا نه؟ درست است. درست است. دست شما در نکنه. ممنون. خدا سلامت باشید. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی.
بفرمایید بیننده گرامی، شما وصل هستین، بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. سلام علیکم. من و علیکم السلام، بفرمایید. بخشی من امرالله هستم از افغانستان، ایران فعلا کاشان زندگی بکنم. خواستم دوباره تکفیر بکنم. تکفیر به خاطری که تکفیر دشمنای سنی است که مردم میگه تکفیر کنه به دین سنی اصلا تکفیر وجود نداره. تشکر از شما آقای امرالله، تشکر. میریم سراغ بیننده بعدی به عنوان آخرین بیننده، چون وقت ما هم بیشتر از 6-7 دقیقه باقی نمانده و انشالله امیدوار هستیم که در برنامه بعدی فرصت بیشتر بیننده ها پیدا کنن. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. من از تاجیکستان گپ میزنم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. دخترم خانمان تطر میکنن حجاب. نفهمیدم خواهر گرامی، دوباره سوالتان تکرار کنید. یعنی حجاب؟ بله. بله. من کردم که دختران تاجیکستان این سطر بسر نکنن. اگر من درست فهمیده باشم میگن در تاجیکستان یعنی این گناه هست اگر ما نکنیم این یعنی میگن اگر به دستور مثلا حکومت شما عمل نکنین و حجاب بسر نکنین گناه داره یا خیر؟ سوالتان همی بود. خب بیننده ما قطع شد و آخرین بیننده بودن جناب استاد فاتح گرامی. ما البته بیننده های زیاد پشت خط هستن، وقت نیست، اینا رو میگذاریم. انشالله بیننده های گرامی وعده میتیم که انشالله در برنامه آینده فرصت بیشتر به شما داده شود تا صحبت کنین. حالا برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. من سوال میگذارم استاد فاتح از سوال بیننده را مطرح میکنم که از تاجیکستان سوال کردن، گفتن وقتی من ریش میگذارم فرد از من میپرسه که چرا ریش میگذاری، برش توضیح میتم و جانب مقابل توضیح میتم که این ریش ما به تبعیت و به پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میتم. طرف مقابل به پیامبر دشنام میته. حالا نقل قول اوست نمیفهم. جناب استاد این بدون شک نقل قول ما نمیتونین در مورد این فرد معین حالا حکم تکفیر از زیر ثابت بکنین بگین کافر. فقط میگن که این عمل کفره. سب رسول الله، دشنام رسول الله علیه و سلام کفره. اما اینکه فرد کافر میشه یا نمیشه این بحث جدایی هست. ما مجالی برای ما نیست که در این مورد این فرد معین تکفیر بکنیم. فقط میگن که دشنام رسول الله علیه السلام کفره. بله. خب بیننده گرامی که از آقای ناروی فکر کنم بودن از زاهدان گفتن مسلمانی که تبلیغ مسیحیت کنه کافر میشه یا نه؟ باز هم حقیقتا حالا اگر به صورت کلی حرف بزنین، نه که منظور ایشان کی بوده و چی شخصی بوده، یک فرد مسلمان هیچ وقت تبلیغ مسیحیت نمیکنه جناب استاد. فرد مسلمان همیشه به دنبال تبلیغ اسلامه. حتما انسان یعنی کسی که این کار میکنه از دو حال خالی نیست، یا که کافره یا منافقه. منافقه و کفر نفاق داره بدون شک. نمیتونه مسلمان باشه و هم باید برای اقامه حجت شود. بدون شک میگفتم فرد معین نمیگم. حالا بله به هر حال این کارش مناسب یک فرد مسلمان نیست. باید از علمای محل یا علمای منطقه سوال شود و اونا در جریان قرار داده بشه. بازداشته بشه از این کار. اون هم البته توسط علما، نه توسط عوام که باز مصیبت بزرگتری به بار بیاره. باز هم جناب استاد البته خواهر ما در ارتباط به حجاب صحبت کردن که موضوع بحث برنامه ما نیست. میپردازیم چون فکر کنم سوال دو بیننده باز هم ارتباط میگیره به سوالی که ما کردم که
چه کسی حق اطلاق کفر داره؟ آیا میشه که مثلا یک فرد، دو فرد که مثلا این برادرای گرامی ما نقل قول کردن که اینها این عمل انجام میشه ما یا امثال ما بیایم بر او اطلاق کفر بکنم که کافر است، ای باید واجب القتل است یا چنین است یا چنان است، یا ای که اطلاق کفر وظیفه و مسئولیت جهات تنفیذی شرعی در حکومت اسلامی است؟ جناب استاد، حقیقت امر ایه که اولا باید این نکته را بفهمیم که تقریر کردن بیان کفر یا چی چیز کفر چی چیز کفر نیست، این از جمله مسائل و احکام شرعی است و احکام شرعی شما میدانید که توقیفی است. توقیفی به این معنا که هر کس حق نداره که از پیش خود حکم صادر بکنه برخلاف آن یا از پیش خود حکم صادر بکنه و آن را بچسبانه به شریعت. این حکمش اولا حکم کفر خودش حکمش توقیفی است و سمعی است، عقلی نیست، سمعی است. یعنی چی؟ یعنی این که سمعی اینه که آنچه که از قرآن کریم و از سنت پیامبر علیه السلام ثابت شده و به سمع یعنی شنیده شده از کتاب خدا و سنت پیامبر، سنت صحیح رسول الله علیه السلام، چون علما وقت سمعی میگن یعنی نقلی، یعنی نقل شده باشه از کتاب الله و سنت پیامبر که این عمل کفره. این عمل کفره. اولا این نکته را بفهمین و گفتین این عمل توقیفیه. مادامی که در قرآن کریم و سنت پیامبر علیه السلام ثابت شد که این کفره. حالا مادامی که این نکته را فهمیدیم، خود به خود مسئله برای ما حل میشه که چی کسی میتونه اطلاق کافر بودن را بر فرد بکنه؟ آیا هر کس؟ نه. افرادی که راسخین در علمن، افرادی که میفهمند که به هر حال به چی چیز کفر اطلاق بکنن بنابر علمی که از قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله علیه السلام دارن که همان علما هستند. علما و کسانی که فهمی در دین دارن، اینها میتونن اطلاق کافر بودن و کفر را بر فرد بکنن. اما یک نکته دیگه در اینجا جناب استاد مطرح میشه، این که چی کسی میتونه حکم کافر بودن را بر این فرد تنفیذ بکنه؟ این باز برمیگرده به حکومت اسلامی یا نائب یا ولی امر مسلمان ها یا نائبش یا کسایی که تحت زیر فرمان او هستند و زیر بال و زیر چتر او کار میکنند و تحت اختیار او هستند. این حکمیه که حکم شرعی که بر کافر تنفیذ میشه که حکم ارتداد و دیگه مسائلی که هست. اما اینکه چی کسی بر این حکم بکنه که این کافره، این برمیگرده به علما، این برمیگرده به اهل تخصص، بر کسانی که از قرآن کریم فهم دارن، میفهمند چی کفر است چی نیست و این فرد را میدانند که این فرد حالا در چی حالی بوده این حرف را زده. آیا ما میتونیم بر این فرد معین و مشخص اطلاق کفر و کافر بودن بکنین یا نکنین؟ این برمیگرده جناب استاد به علما و اهل دانش. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. البته موضوع ما هنوز هم ادامه داره و باقی مونده و تمام محاور در ارتباط به تکفیر و تکفیری در این برنامه تکمیل نشده و انشاءالله بحث در برنامه بعدی هم ادامه خواهد داشت و باز هم وعده میدیم که انشاءالله فرصت بیشتر به بیننده های عزیز و گرامی در برنامه بعدی داده شود و تا دیدار دیگر و برنامه بعدی همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.